من اومدم اینجا که برف اومده نشسته، این درد دل امروز رو اینجا بگیرم. شانس آوردم امروز فرصتی شد که توی روز بیام. لوسی رو آورده بودم چند دقیقه پیش و حیفم اومد که نگیرم از اینجا. امروز اینجا یکم برف اومده. دیشب قرار بود هواشناسی اعلام کرده بود که زیاد بیاد، ولی صبح یه خورده کولاک بود، ولی تموم شد دیگه. همینه که میبینین، شاید چند سانت بیشتر نباشه. البته این قسمت مرکز شهر، قسمت های شمالی و غربیش، یعنی اون قسمت که الان داریم میبینین، احتمالاً بیشتر برف داشتن. اینم آسمون ابری زمستانی ما. من دارم زمستان شهرام ناظری رو گوش میدم. جای شما خالی. پرنده ها رو آب ببینین. کجا من بگیرمشون؟ آها اونجا. نمیدونم اینا چجوری آب به این سردی رو تحمل میکنن. میگن که زیر پراشون، زیر بالاشون چربی دارن، ولی هر چقدر چربی باشه، اینو ببینید اومده تو برف. اینه لوسی، این پاپیه. های. Don't jump in, no jumping. It's okay. I have dog. How are you, honey? Hi. What is his name? Quincy. Quincy. So she's It's a boy. a boy? Yeah, Quincy. Yes. His Beautiful. first snow. How old is she? He's 3 months this week. Yeah, I can say that. Yeah, puppy. I have a 5-year-old dog. Oh yeah? Yeah, she is a Bichon. Oh. Yeah, this is his first time seeing snow too. So. Oh, yeah, so excited. Yeah, he loves Yeah. Have fun, honey. it. Yeah. Have a good day. You too. Thank you. Take care. آره داشتم میگفتم لوسی رو با 1000 مکافات با اون زخم پاش و این برنامه‌اش آوردم بغلش کردم، آوردم توی چمنا. بالاخره با هر مصیبتی بود آره برگردوندمش خونه، دوا مواشو دادم و کاراشو کردم. حیفم اومد که از اینجا فیلم نگیرم، این درد دلا رو امروز اینجا نگم. پرنده پرید. نمیدونم. ای جان. آقای ناظری داره میخونه یادگار سیلی سرد زمستان است. آره داشتم میگفتم من هم از برف خوشم میاد هم بدم میاد. وقتی فکر میکنم خب خیلی زیباست، خیلی قشنگه، شاعرانه است، خیلی رمانتیکه، آدم بشینه کنار شومینه هیزمی بوی هیزم رو بشنوه، یه قهوه یا چای داغ بخوره، بعدم از پنجره اومدن برف رو تماشا کنه. بله خیلی قشنگه. ولی بعد که فکرشو میکنی وای چه کسایی الان دارن زجر میکشن تو این سرما. آره میدونم، موافقم. یا چه کسایی، چه موجوداتی دارن یخ میکنن توی این آبا. بعدم فکر میکنی نفت ندارن، گاز ندارن توی کوها، تو اون سرما، یا کسایی که باید برن سر کار. نمیدونم، هر چیزی یه بدی داره یه خوبی هم داره دیگه. نمیدونم چرا من فقط به بدیاش بدم فکر میکنم، به بدبختیاش، به اینکه حالا چی میکشن مردم تو این سرما. مثلا ناخودآگاه فکرم میره اونجا، بابا جان دست خودم نیست. مثلا الان انگشتای من یخ زده، خب چیکار کنم؟ نمیتونم که دستکش بزنم، لیز میخوره این دوربین. خودم فکر میکنم چه انگشتایی الان یخ زده تو این سرما، داره رخت و لباس میشوره تو چشمه و رودخونه و وای اصلا تمام تنم میلرزه. این پرنده ها رو ببینید، اینا اومدن جلو. باشون کنیم. من هی گمشون میکنم، هی دوباره پیداشون میکنم. اینا
رو آبن. پرید رفت. آره خلاصه داشتم میگفتم دست خودم نیستی که به این جور چیزا همش فکر میکنم. این اولین برفیه که ونکوور داره میبینه. بچه ها شاده. های لوکا اینو نگاه کنی. من داره با دوربین اون دورا رو میبینه. خلاصه اینه دیگه امروز زمستونی من. جای همتون خالی. قدم زدن تو برف و قدم های مطمئن لرزان لغزنده. مطمئن نیستی کجا پاتو میذاری. درست مثل لحظاتی از زندگی. خیلی خوب بابا غمگینش نکنم دیگه. چه میدونم دوباره داره میره روم فاز. اینجا رو صبح اومدن رسیدن که نمیدونم نمک ریختن چی ریختن که اینطوری صاف بشه این قسمت برف و شاف بشه. خب اینم از درد دل امروز من که راجع به برف و مرف و این برنامه بود. امیدوارم هر جا هستین گرم باشین با خانواده با عزیزان با دوستان با هر کی. هواپیمایی که رو آب میشه. نگاهشون کنی. مدت ها بود که ندیده بودمشون. توی نور هر وقت می اومدم تاریک بود. چقدر زیادن کلاغا. کجاست؟ انگشتای من یخ زده تکون نمیخوره درست. دستکشم با دستم میکردم آوردم تا روی دوربین لیز میخورد. مجبور شدم در رفت. احتمال زیاد ماهی ها اومدن رو آب. یا ببین چجوریه که اینا زیادن اینجا. صدای عقاب میاد. عجیبه. همین دوره برا باشه. ابرار روی کوها ببینیم چقدر قشنگ. آره فقط از اینجا قشنگه دیگه. الان اونجا باشی هیچ قشنگی نداره. چند روز پیش یه خانومی تو همون منطقه که دارین میبینین از سرما یخ زده بود و بعدم پیداش کردن. معلوم نشد که برای پیاده روی رفته بود یا برای چی رفته بود چون وسایلش باش نبوده. ظاهرا تلفن اینا هم نداشته. موبایل نداشته. خلاصه آره اینم قصه غمناک. زمستان است. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. خب فعلا تا همینجا. تا بعد.